پیتزا بادمجون. اگه علاقه من به بادمجون و طعمه عجیب و غریبی و پیتزا بادمجون، حتما تا آخر ویدیو با این ترکیب سس بادمجون با من باش. میخوام توی انقلاب غذایی جهانی به راه بندازم با کباب کردن بادمجون و گوجه و سیر. اینا خودشون ترکیب یه سس خفن و خوشمزه و دودیه که مطمئنم تا حالا امتحانش نکردی، ولی با دستور من میتونی امتحانش کنی. بعد از کباب کردن بادمجون و گوجه و سیر ریستاتوری میکنیم. از جعفری هم غافل نمشیم چون طعم پیتزای ما رو چند برابر میکنه. از نمک و فلفل قرمز و پاپریکا و زیره به عنوان ادویه‌جاتش برای پیتزا بادمجونمون استفاده میکنیم. روغن و رب گوجه هم بهش میزنیم و کمی تف میدیم تا خوش‌طعم‌تر بشه. این ترکیب خوشمزه است که نگم براتون. یعنی این پیتزا همون معجزه‌ایه که دنیا بهش نیاز داره. خمیرمونو که پهن کردیم، سس بادمجون کبابی و گوجه کبابی رو روی خمیر میمالیم. بعدش هم پنیر پیتزای فراوان. اگه دوست دارید دستوره هیجان انگیز رو براتون بیارم، لایک و سابسکرایب یادتون نره عزیزای دلم. سیلش بکو، خدا وکیلی خوشمزگی از بر و روش میباره.